حتما بعد خرید این رسید رو بگیر، چون با همین میتونن کل حسابتو خالی کنن. فقط با همین رسید و رمز کارتی که تو به فروشنده دادی کافی که بری تو این سایتی که اینجا مینویسم، تو کپشن هم سایتو برات میذارم، این کد مرجع رو با زیرش که رمز ورود میخواد و وارد میکنی و کل مشخصات صاحب حسابو میاره. حالا که همه مشخصاتتو داره، قشنگ میتونه واسه خودش کارت به کارت کنه. جالبه که این سایت واسه این رمز دوم یه بار مصرف هم میذاره. من الان وارد این سایت شدم، واسه خودم میخوام 100,000 تومان واریز کنم. کدش چی بود؟ 91845. الان من واسه خودم 100,000 تومان زدم که پرداخت بشه به یکی از حسابام. تایید شد. وایسین بیاد بهتون نشون بدم. واریز پول 100,000 تومان. به همین راحتی. خیلی مواظب باشین. این رسید به شدت مهمه، حتما از فروشنده بگیرین.